سلام برا بکس، خیلی خوش اومدی به یه ریاکشن ویدیوی دیگه با ستون پمز. امیدوارم که زیبا و جذاب و با تراوت باشید با پارت 3 سمای رضا فرشته. بریم ببینیم که چجوری هست. Let's go. نوشته وقتی هم خودت کسخلی هم رفیقت. اوکی. آلاله غنچه کرده کاش بودی و میدیدی، اون پشت کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدیدی، گلا چشم انتظارن که از در برسی تو، گلا غرق بهارن کاش بودی و میدیدی، نگو نگو نمیام ریمیکسه دیگه سخته برام. نچرالی یا نه؟ چقدر ولی قشنگ گیتار میزد. ولی خب من نفهمیدم چرا وقتی هم خودت کسخلی هم رفیقت، این تایتلش رو نفهمیدم چرا ربطی داشت، چون اون پشتش اونجوری میکرد مثلا همین. نه من نچرالم. شماره تو این ساعت شد. منم نچرالم 5 سانته. تو نخور بابا صبر کن. ای بابا چی شد وقتی حولی؟ نچرالی یا نه؟ ژل زدی؟ نه من نچرالم. شماره تو این ساعت شد. منم نچرالم 5 سانته. تو نخور بابا، من آرزو بود خوش بدم. بیا برین رو صورتم. ایوا برین رو قربونت برم. تو رو خدا ببین من و تو دو تا آدم نچرالی. من نچرالم 5 سانته هم، تو هم نچرالی 65 درسته؟ نه نچرال پر 50 یکش من 62 هم خودم. ای وای میگه خودم 60 دیگه 50 جزو آمار حساب نمیشه دیگه. جوشه اون چیه؟ اوکی. وقتی رفیقت چقیه، اینا چه کلماتی آخه. ای بابا یک جوان چرا من اینجا یه بد ایشون اسمش سهیله نه؟ آره سهیل چی اقتصادی توی بفرمایشان میدمش من. چه رشد بکنه تو جامعه، تو کوچه میره، تو چیکن مادرش نمین، اینا هزینه داره برای کشور، بیمش فلانش دار. چی شد؟ من نفهمیدم. یه بار دیگه. آقا یک جوان چرا من اینجا یه بچه رشد بکنه تو جامعه، تو کوچه میره، تو چیکن مادرش نمین، اینا هزینه داره برای کشور، بیمش فلانش داستانش رشد کنه، بره مدرسه، کیر دراره. ای چند سالی کیر اول در میاره او چند سالگی زدی اولین بار؟ الان وسط این معامله زناشویی جق منو میخواد چیکار کنه؟ ایوا تو صورت چیه میگه؟ یه عدد بگو دیگه، بگو 9 من 10. چه میدونم کی من الان نشستم دارم میگم حق مرد زن فلان، میگی کی جق زدی آخرش؟ چه حرفی میزنی تو؟ تو من 7 سالگی من دارم تو 7 سالگی جق زدی؟ آره نمیدونم. وای نه تو رو خدا دروغ بگو، لطفا دروغ باشه. اصلا مگه بچه 7 ساله میفهمه؟ گلی بدونه کرمم قربونت برم دلبر. نشته وقتی تو مینی چت بعد 3 ساعت دختر پیدا میکنی. نیازی نیست عزیز دلم، خوبی فدات بشم عزیزم، هم خوشگلی هم خوشتیپی هم قد و هیکلشو داری عزیزم. جدی ایول مرسی. بچه میخوای بری بیرون؟ دیت داری امروز عزیزم؟ آره بیرون هم چند میگم که عزیزم اگه سینگل هستین که بیام دنبالتون با هم بریم بیرون. کجای شما؟ ما مشهدیم. مشهدین شما؟ اب نداره. کجاش میشینی عزیزم؟ مخابرات؟ سجاد مخابرات میشناسم بلدم عزیزم. اونجا من خودم دم کانال خونه دارم اونجا. ایول بیا پس شمارت رو برام بنویسی، میام دنبالت بریم حرم. کجاست؟ میام خودم دنبالت. شمارت رو به من بده عزیزم با هم صحبت. باشه. حالا که بحث واقعا شماره رو داد؟ چه شولی بود دختره. اوکی. وقتی نمیتونی گوزه کرد چرا آخه؟ دادن آیدی گرفتن شد. بذار منم آیدیمو بهت بدم عزیزم. یادداشت می‌کنی؟ چی کار میکنی؟ بنویس. چی شد؟ یادداشت کردی؟ بوش تا اینجا اومد.
یزید تو این چه حرکات سمیه آخه. این چی بود من دیدم؟ بنویس. ولی با دهنش صدا در آورد. یادداشت کردی عشقم؟ بیادب. چجوری انقدر بیادبی؟ یادداشت کردی؟ خواهم چشمامو ببندم ببوسم. ببوس. اونو ببوس. دختر چه میشه شد؟ وای خیلی سمه این مشن. نگاه سیسا. دیدی چجوری رفت؟ وای خیلی خوب بود. نگاه سیسا رفت. ای بابا وقتی میلف بازی صاروفو بکن چوست بره. بابا ناموسن رضا فرشته. قربونت برم. با کی اومدی خرید؟ با مامانت یا بابا؟ من با مامان بزرگم. با چت بگیر مامان بزرگ کو. اوه چه مامان بزرگی داره. واقعا مامان بزرگ خوبی داری. سلام حال شما چطوره؟ خوب هستین خانم؟ واقعا مادر بزرگ خانم اصلا به شما نمیخوره مادر بزرگشون باشین. ماشاءالله. همکنون داف عزیز من خوب هستین شما خانم؟ اصلا بهتون نمیخوره مادر. شوخی داره میکنه مادر بزرگ؟ خالشین شما. مامان بزرگم. بابا خدا مادر بزرگتو برات حفظ کنه. سعی کن ببین هر چی مادر بزرگت بهت میگه گوش بکنید. اسم شریفتون چی هستش مادر بزرگ؟ میخوام بی خستگی از تنتون بره. این همه زحمت میکشید این بچه جوونو میارید بزرگ میکنید میبرید عصبه. معناز اجازه بدید. من مادر بزرگ دوست دارم. آره این حرفا چیه معناز جون؟ یه ذره میگم بچه‌ام دیگه معناز جون. من براتون میذارم معناز جون. معناز جون. الهی من قربونتون برم. امیدوارم چیز بدی نگه واقعا. از دست تو نیست دل من از گریه پره. تو رو خدا آدم باش رضا. داری ازدواج میکنی. خب خدا رو شکر خیلی گذشت. خیلی نگران بودم چیزی بگی که بچه آب شجاری مادر بزرگش. اوکی وقتی زده بالا جونش هم زدی ببین خوب بکنش. تمام هزینه ها رو خانواده‌اش انداختن رو گردن تو. نه رو تو نکنیم ما که نمیبینیم که. یه ذره عقب‌تر چی شد من نفهمیدم. یاری داری ازدواج میکنی پاپیونش هم زدی ببین خوب بکنش. تمام هزینه ها رو خانواده‌اش انداختن رو گردن تو. نه رو تو نکنیم ما که نمیبینیم که. ببین جوری بکنش که فردا اومدی بیرون لبخند رضایت بروز. این یارو واسه 1,500,000,000 آب انداخته فقط امشب. فقط امشب آب انداخته برات. خب موهاشو بگیر مثل سگ. ایوو شاید کم آوردی اون که نمیفهم میگه وسطش دیگه اون گیجه. بده ما بکنیم. بعد ببین یه سفره پهنه بزن همه بکنیم چون ما هم بگیریم تو میکنیم. سودش به خودت میرسه پسره کنم. حالا اسم چی هست؟ با تو همون با تو میایدم. میتونم نکی سینتون رو ببینم؟ وقتی گیی میتونم نکی سینتون رو ببینم؟ نه نمیشه. خواهش ولی مشتاق بودی یا نشون بدی؟ چرا میخوای؟ خیلی زیباست. اوه من تو رو میشناسم. تو اینستا فالوور من فالوورتم کونده. من فالوور تو هم. آروم باش. یکی دستم بگی پایین. یکی دستم بگی پایین. سینت رو ببینم. اینجا جدی گرفته. خودت هم میخوری ها. خیلی باحالی به خدا. عاشقتم. خودت یا آرزا؟ درت بذار بفرما. ایوا چه باحال آقا. شادت کردم تنگی شادت کردم ایوا باری که علاقه شایی بود. آقا شما واقعا یک کونکنی لذت بردن. هم ریششو داری هم جسارتشو.
خیلی حال کردم فدات شم. آقا به تسلیت یام پشتی بعد جای نشستی. موفق بودید. بلند شو لوستر رو بخور. چی؟ عوارض قاطی کردن رقصگی با شیشه. بله. رفت بخوره. لامپا واکن بخور. قبلش هم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. ولم کن. بخوره. ای ماشاءالله. خورد. بسم الله هم گفت. کم بخور آج آقا. گلوت داره فکت میزنه جلو بس. یو اول فصل. کم بخوریه. یاده اون چیزه افتادم. کارتونه چی بود؟ بابا یک کچل بود اینجوری گردنش با صورتش یکی بود یه سیبیل کلوفتی هم داشت. یادم نمیاد دقیقا کدوم کارتون سنی بخوره. ماشاءالله. کم بخور آج آقا. گلوت داره فکت میزنه جلو بس دیگه. کم بخوریه. هی کباب بخور کله پاچه بخور. نکن دیگه. اوه کله پاچه با همون دیگه کم بخور. لیموش بخور دقیقا کم کنه حالا دیگه. حالا جم الان پس بعد که کبریت بغلت بزنه همش الکلی آتیش میگیری سیبیلات بسوزه کی جواب میده؟ اعتبارت میره تو منطقه. مواظب باشی ها. عزیز منی فول پیش داره سیبیلات اینجا. عزیز منی چقدر مؤدبه اینایی که گذاشته این سری باری که الله خوشم اومد. رضا فرشته عشقم. رضا فرشته. رضا جهنم نداره. جهنم پایین تن است عزیزم. این قسمت صحبت میکنم. فکر کنم اینو قبلا دیدم. قربونت برم. یا مثلا به یکی دیگه گفته بود اینو. میخوای بخوری؟ آره. مال این حرفا نیستی. این چقدره؟ ایوا؟ چقدره؟ خیلیه. انقدی هست که روش وایسی عکس بگیری فقط شم. رضا بابا همه اولوندونش بود تو اگه نداره ببین خدا وکیلی من میرم تو آب تو استلخ میریم با رفیقام. استلخ دیگه از من میریم اونجا میشینیم تو آب تو جاکوزی اینا با هم دیگه. خدا وکیلی حرفای جنسی میزنن من سیخ میکنم آب از بغل استخ میریزه بیرون یه خورده. تو داشت منتظری کفتر ببینه رو سرت؟ این خبر وقتی خوردی اومدی مینیچن باید کار کنی. آسمون رو نگاه کنی کفتر. آجی یه قوطی بغلته. قوطیه کیه؟ سگیه. سگیه گرفته؟ چشمیش خالص جون تو. گرفته یا داره میگیره؟ نه گرفته جان تو. یه کم گرفته ولی خیلی کم گرفته ولی خیلی کم گرفتی ولی چون چاقا ولی خواننده افغانستانیه. دیگه مادرت رو دوست دارم که بیام خواستگاری یعنی جو بادمزون. سلام برس این چی میگه دیگه؟ آقا برقصم اخ جان الان میزنه داره. احساس میکنم کیره تو کونمه. بابا من همین الان داشتم میگفتم چقدر این سری مؤدبه. جون قربونت میدم. بابا سلیته اونی که تو رو زایده اونو بگیرم. اون مادرتو گایده اونو نگاه پدرته. نگو جان بیا بغلم. دست بزنم به اخمات آرام. اخ جان ببین اونی که تو رو زایده اون مهمه برام. همون مادر جدته. یکی ای جون دوست دارم بلوکای ساختمونو داری بکنی تو قبه. جان حالم دیگه داره به هم میخوره. تموم شو. یه فکر بخور بقیش بری تو سینه ها. چه عجب ماهی سینه شو زده بود. جان یه فکر جان یه فکر بخور یه فکر بخور بقیش بری تو سینه ها. بریزش چجوری اینقدر احمقی آخه وای. من مال ده کونده بچم. تو کجایی؟ دشی من مال ده کونده بچم. تو کجایی؟ من اردبیلیم ترکم. جان عزیزم بدم دست بیلی فدات شم. دوستت دارم. قربونه من نوکرتم. سلامتی تو صفای وجود. قربونت برم. عشق از اردبیل.
من میخوام بسته میرم. من الان اردبیل وقتی مال سیاه پوست دوست چی؟ مال سیاه پوست آها بله درست. Full piece of jerk. I mean no thank you چی میگی؟ سلامتی تو. Do you have wonderful piece of jerk? میگه do you have wonderful دهن سرویس. I mean no thank you چیه حیوان. It's the question. The question. Do you have or can you hear that sound? or چرا اصلا نمیفهمید آلمانی ها. ولش کن. Hey are you Deutschland? نه ما این عربه. الحطب السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلا حبیبی نور العینی یا حبیبی. یا هلا بالشيخ. یا هلا والله. الله اکبر. چرا صلیب داره خارکسه؟ ایوا مسیحی نه. مسیحی بذار پس انگلیسی مسیحی. الجیز زال کراست چی میگی؟ لا خواهر ببین دو چرخشو میتونی بدوزی بری. ایرانیم دیگه کار درار. پرچم بر بالا بگی وردار برو. همه جا باید ثابت کنیم ایرانی بودن. ایرانی فکر کنم اینم قبلا دیده بودم. بیا بخورش. باریکلا دیپورت شدی بهم زنگ بزن. مرد آلت کوتاه پولدار. مرد با آلت اون چیه دیگه؟ مرد آلت کوتاه پولدار. مرد با آلت بلند بی پول. کدومشون؟ پولدار. چی شد؟ یه بار دیگه. مرد آلت کوتاه پولدار. مرد با آلت بلند. خانم گفت پولدار. البته خب اخلاق مهمه. آره خب من داغی نمیفهمی. مرد اقتصاددان. همین سوال اقتصادی شما رفیق من میشناسید؟ چاقال. خیر. سوال اقتصادی خانمش پاش النا. خانمش خیلی کسه. نه نمیشه. دوستمه بزنه توی اینستاگرام میاد پولدارای کانادا دزده. دوستتونه. شما بزنید رضا فرشته سوال اقتصادی یه لحظه یه جایی. گجت ندارید توی چیزی کورستتون چیزی در سرچ کنید. گوشی دوم چیزی. خیر. تموم شد. چقدر شد. دیدی گفتم لای سوتیانتون. سویله دیگه. این خانمشه؟ این واقعا خانمشه؟ واقعا اون چیزی که گفت هست. خب دیدی گفتم لای سوتیانتون. چی میگه؟ سرشو بخور رضا. دیس رضا رو داد. آی خدایا جالب بود. واقعا جالب بود. خب اینم از پارت 3 سمای رضا فرشته. خیلی این سری جالب و متفاوت بود. من این پارت رو خیلی بیشتر از پارت‌های دیگه دوست داشتم. اصلا این بشر خیلی سمه. من نمیدونم چجوری میتونه انقدر سم باشه واقعا. و اینکه زحمت این ویدیو رو هم یکی از بچه‌ها کشیده بود. دمش گرم، دستش درد نکنه. دم شما هم گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. خیلی باحالین تا ویدیوی دیگه. خداحافظ.